سلام به کانال دانستنی خودرو، خوش اومدید. امروز میخوام درباره یه راز جالب در پورشه 992 صحبت کنم. شاید براتون عجیب باشه که این خودرو توی سپر خودش یه میکروفون داره. دلیل اصلی استفاده از این میکروفون اینه: تشخیص جاده خیس و شرایط بارانی. وقتی جاده بارونیه یا تایرها آبها رو به اطراف پخش میکنن، یه صدای خاص تولید میکنن. سیستم مرکزی خودرو با تحلیل این صداها متوجه میشه سطح جاده بارونی یا لغزنده. به محض اینکه پورشه 992 بفهمه جاده خیسه، چند تا تغییر خودکار اتفاق میفته. این تغییرات شامل این موارد: سیستم کنترل پایداری و کشش حساس‌تر میشه تا جلوی سر خوردن رو بگیره. ترمز ABS سریعتر وارد عمل میشه تا ایمن‌تر توقف کنید. قدرت موتور کمی محدود میشه تا فشار ناگهانی روی چرخ‌ها نیاد و حتی روی صفحه نمایش به راننده هشدار میده که جاده لغزنده است. مرسی که تا آخر همراه من بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره و تو کامنت ها بگید به نظرتون این فناوری یه ضرورته یا فقط یه آپشن لوکس.